دایناسورها از کجا آمدن؟ قسمت دوم. خب توی قسمت قبل گفتیم که دایناسورها اصلا وجود نداشتن، اونم به اون شکلی که ما توی موزه ها و مستندها و فیلم ها میبینیم. اما حالا بیاییم ببینیم که دانشمندا سن این فسیل ها یا استخوان هایی که کشف میکنن رو چطوری تشخیص میدن. خب واقعیت اینه که اونها اصلا سن فسیل ها رو تشخیص نمیدن. تنها روش درستی که وجود داره تا میشه سن هر جانداری رو تشخیص داد روش کربن 14. از این طریق میشه سن هر جانداری رو از انسان گرفته تا حیوان و گیاه یا حتی صدف رو میشه تشخیص داد. اما محدودیت وجود داره. در روش کربن 14 نمیشه عمر بیش از 50,000 سال رو تشخیص داد. یعنی هر آنچه که بیش از 50,000 سال قدمت داشته باشه از این طریق قابل شناسایی نیست. پس دانشمندا چی کار میکنن؟ اونها میرن سراغ سنگ‌های اطراف فسیل‌ها. یعنی مثلا یه سنگ آتشفشانی رو اون اطراف پیدا میکنن و بعد سن اون سنگ رو از طریق روش اورانیوم سورب تخمین میزنن و بعد میگن که احتمالاً این فسیل هم در همون سالها زندگی میکرده.